بچه شمانی کجا داره دل من نگاه آشنا داره دل من. بله کجا بودی؟ رفتم دیگه چی دیگه بابا سیتی آشغالا بیام او تا خطا نمیخوره نوبت خود بگرفتم بگیرسی بزنم بالا گندم ها چی بالا پل پخلی گندم کنه چی شد او خوره نفرات که دیگه ببریم نال شلی بکنیم نگو کساله چه نمیدی؟ کساله خب بابا جوی شیریه باشه شیری دیگه انا این تا قبل ببرین شیریه با کلوا خب مثلا یکم هفته نادیده یه هفته نادیده میپوسه نگو هیلا برو رو چره؟ واسه بعد طوفان من نمیتونم همون وقتی نکن که درده چرا با وقتی ندردم؟ همه ها چه کانال من جوان ایواناته نمیفهم که جوان ایوانات به تا خونه منو به کجاه همه ها چه سعی میکنم ایواناتون رسون میده جوان ایوانات به تا خونه منه حالا برو میارتی نمکم کو واسه که من نمیتونم دست پامو میلرزه بعد طوفانی نمیبینی دو تا وقت ساختمون اگه افتادم چیکار میشه؟ خب بابا من جوان‌ترم یا شما با تو دست پا داری کجا دست پا دارم؟ من با عمر خود خر چپا سوار میشم بیا برو از اینا برو دیوال بالا نشی بالا با من بابا دیوال آدم بالا میشه ما گفتم میشه ای تو بره دیوال بالا شی دیگه رو خوبه که شنی تنکی رفتی برو دیگه سی نکو تریمه بابا بیاین برای شما پیش تلویزیون بشینیم چرا ما به پیش تلویزیون بشینم خب بشینیم که من چرخ میدم بدین که سری شوقیخ کشیم خوبه انا برو بجو برام عندنا مجال الحكاية دي كونفرسيشن عباس علي بگو او آنی برای مسایتو چی میگی لا آخی تو به تا تلویزیون به جوان ایوانات چی میگی؟ چی؟ به تا تلویزیون به جوان ایواناتی تو چی میگی؟ جان ایوانات؟ گردان آبان با شما یعنی با شما ها؟ به تا تلویزیونی به جوان ایوانات تو دیوانه شدی؟ ما به تا تلویزیون چی کار میکنم؟ آرتان منگیگا به چی شده؟ آرتان؟ گیله؟ اون آرتان بفتاده آرتان بفتاده آرتان به تا قبل افتاده؟ بیاورده بده تو سعی که تو آرتان بفتاده به تا قبل میگه تو جان ایواناتی ما به تا تلویزیون چه کار میکنم؟ نگو تو دیوانه نیست آنه آرتان عباس گردان ما بند با شما رو به تا تلویزیون بابا ما عباس میبینیم آنی آرتان بفتاده به تا قبل آرتان بفتاده به تا قبل گوه و گوسپندا اوی چیه که تو میگی بابا؟ پیار من گردان ما بند باشی پیار من اونه اگه میگی نه تو برو مسیح کن تو گلیا خودی پوش خوردی بابا آنی بفتاده آنی بابا آنی سعی کنیم آرتان سعیه آنی این بفتادم جان ایوانات نیه بابا ما به تا تلویزیون نشون میده بابا به تا تلویزیونیم آل پیار من میگم ما کنه میبینیم برو تا قبل افتاده تا چی؟ تا قبل افتاده تا قبل گو گوسپنده افتاده یم بجام جان ایواناته من بجام جان ایواناتم بریم برو گوش کن بابا آنه بابا کجا افتادی بودی؟ بابا مال بدیدیم بابا پاشتا ندیدم عباس سلام بدیدیم عباس سلام بدیدم تام بدیدم آقای چی میگه؟ راست میگه کجا بدیم من بابا تو میگو بتا جوان ایواناتیم ما ما تا تلویزیون بودیم بیا بابا هنو که گوسفنده رو علف مینداختیم اشته نه بابا پیار ما بیا بالا سر تو
بابا این آرتان از پشت سر اولی بوم افتاده و تا قبل گوا تا قبل افتاده بیده بابا مار تا به کجا بدیدم دیگه تا سر جان بدید دیگه شما بله بابا چه کار میکردی من کجا بدیم عباس که گسمانه را علف مینداخت هم بیامده به پیشیو نه آه میگفتی بابا من میبینی گفتم ها تو خودش ما گپ نداشت شما گپا من نمیشنیدی نه که من چی میگفتم همین تا لوکه همین تو لوکه این سر تا پا بوده سر تا پا تم سر تا پا بودی تا تلویزیون چه بیا من بوده همه با بالای خورم شیشته بودی میبینی من به تو میگم من به تا تلویزیون میدیم پیار من کجا بیدک به تو خود پیار من آماده بیدک راست میگه بابا بابا مرد که مردم لوکه قومو من بدیده در یک من سر بدیده تا سر جهان بدی در یک من بدیده همه بدی تو جا بابا بریم از این بعد میر بندازیم من تا قبل گوا خودی داده خود گپ زنی بگو چرا مکان به سنه که دیدی خب بعد دیشب بود بیرفتی شده خدایم هر چی که سه میکنم میبینم گیلک معلوم میشه و عباس معلوم میشه گسفنده و گساله ها نه این که نگی افتادی تا قبل افتادی بیده تا قبل بده گفتیم برو بالا بوم سیکو که از این بعد خود تا تلویزیون شوندیم ولی آرتی بابا ما دیگه جار نمایی ما فیلم ها خارجی مردم ما این چه کار کنیم ها یعنی خود رو ما این ببین بابا منو به تا قبل گوا مندازم تا قبل گوه که مندازی این مندازه به تا قبل گوا مدام مار نشون میده راست میگی گفتم راست میگی حقیقته خوبه وای 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 بابا تا قبل نه بور بالا ببره با بالا مکان بسته کو بگیرم باش بابا بس که من نمیتونم چون پالو شده بور دیگه بگیرم این سر که تو سنگینه این سر مفتا پیش تو نرفته محکم بس که من نمیتونم خوبه نگو مکان بسته کنی که با دیگه تا قبل نفته که وای 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 آگه چه تو کشی چه کاره؟ این مرغا خود تا یک دونه هست جمع میکنی میبری میفروشی چری؟ این تا یک ساعت دیگه یک دونه و تا سرا نباشه چری لالا من رو ده تا تخمور میکنن گندمار دیروز بشیشتیم بابات کردیم اونجا دیشب بیامده دیروز 20-25 من گندم اینا پاشک داده از این بر به بر آرامش کرده خوبه تا سرا نگذارین دیگه بابا والله به خاطر مرغا تو دیگه ما دستمی زندگی یادن که تو 4 تا مرغ داری یک دونه نباشه امرو همه جمع میکنی میبری میفروشی نه لالا اینا رو همه یک چی کردیم اینا رو همه دونی 800 700 500 400 میلیون بخریم هر کار نمیکنی به تا سرا دیگه یک دونه مرغ حق نداری والله اگه من ببرم چی؟ والله اگه ببرم رو 10 تا تخمرغ میکنه هر کدوم اینا رو یک هر رو تخمرغ میکنه یا این زندگی ما که آرامش داره به جمعی مرغ از خود جای داره مرغداری داره نه همین این تا سرا سرا با شیشتا میکنونی جا 10 تا مرغ اینا نیه به این جگه یک یا و برو می گندمار برو تو یک سیل بگو که چه کار کرده خب من چی خدمت کنم خدمت می که اینا جمع کو برو تا سرا گم کن دیگه هیچ خدمت نمیکنی ملالا این مرغا نه خود کن نه برو کامر خود مبردارم ببرم ارزون بفروشم به نفتونه که خود تو ببری اینا به بازار میدار از چشما خو بیشتر ما والله بدم ای کجی بله اگه تا یک ساعت دیگه اونا رو نبردی نفروشتی هم یا میجه قرار یکی که میگیرم میکشم بیشتر یا کاری من هری مادی سرا برم یا همین مرغا بره درسته ها والله بدم کار کنیم من نمیدونم والا مرغا خوب بده جان بده بگیر اگر مال بگیر من برو نمیدونم بخون نیم ساعت دیگه یک دونه مرغ تا سرا نبود نمایه من مرغا والله داده نیست سرا بیرو کن بگرد نمیفهمی سلام ها همین گل میگه بیا برو مرغا خود بفریشد آنی که گندوما را همه خراب کرده خب راست میگه چی راست میگه؟ 20 من گندم همه پاش داده بودم من 5 سال 4 سال میشه من همه مرغا رو دارم جمع کردم ولی من ببرم اینا رو بفریشم آخی تو خبر نداری که 20 من گندم هوار کرده بودم اینا رو همه پاش داده تخم دونه کرده گندم ها خوش میکردن جو عدل باباد میکردن مگر ببرن زیر دست پا مرغا باباد کنن
با جا الدی بودم مرغا تو نمیفهمه میره اونا پاش میدمه اگه اونا بگم میفهم خب معلوم داره اونا حیوان هم دیگه لالا آخی حیوان هم اونا یا به تا قفس کو یا لنگ اینا به جای بسته کو حیوان نگفتن که تو با بال گندم های لکو یا به تاثرا 24 ساعت می گندم مرغا تو غیر از که لمشتی جمع کنیم از اونا دیگه کاری هم داره دل خودم 10 تا تخم خوش کردی که 10 تا تخم میده 20 من گندم بیشتر ارزش داره یا مو مرغا تو مرغا می دیگه با دام نظر تو یک تلار هم ارزش کمتر هم مرغا حالا کن گپ مفت نزنه پیشین خود تیار کنی که بعد که خرمان لازم